بعد استریمم تموم شد یه سری دروغای دیگه اومد بیرون. قطعا قرار نیست ساکت باشم. خیلی ازون برگشتین گفتین چرا اون پوستر رو پاک کردم. اولا که اون همش پخش شده بود، چه پاک می‌کردم چه پاک نمی‌کردم فرقی نداشت. به خاطر این بود که آقا مهندس اومد منو بترسونه با وکیل قلابی و بتمنش و می‌خواست بنامو ببنده. یکی هم دیگه فهمیدم که وکیلش بتمن عذاب در اومد، آیدیش تو روبیکا بتمن بود. چه میدونم شماره محمد افشار بود. اصلا از مکریون شنیدم که شماره محمد افشار بود و من هر دفعه اون ویدیو رو دوباره میذاشتم تو پیجم، چون هایدش کرده بودم دیگه هم هست، دوباره میذاشتم تو پیجم، میومد من پیام میداد و میگفت که آره دینش رو در آوردین پاکش کن، چه میدونم هزار تا تهدید و فلان و اینا، که بیشتر آدمای دیگه اومدن پخشش کردن که دستشون درد نکنه، ریپوست کردن استوری کردن که شما ببین. الان قراره راجع به حرفایی که تو لایو استریمش زدم یه چیزی بگم. آره راست گفتی، روز دوم سن منو فهمیدی، ولی با اینکه سن منو میدونستی از همون روز دوم شروع کردی به لاس زدن. منم با پا به پات میومدم، چون آدم سلبریتی بودی، معروف بودی، خیلی ذوق تو داشتم، چون از اجابت حس پیدا کرده بودم. اینم تو پرانتز بگم، دلیل نمیشه که تو وقتی با دوست دخترت کات میکنی بیای با آدم دیگه لاس بزنی، بک میزنی، این یکی رو بخوای از سرت وا بکنی. ما دقیقاً راست میگه 6 7 روز داشتیم با هم حرف میزدیم که 2 روز دیگه همش اضافه کنیم، اون 2 روز در حال ایگنور کردن هم دیگه بودیم. اول از همه من شروع کردم. اگه توی چنل تلگرام باشین کل قضیه براتون توضیح دادم، ولی کسایی که نمیدونم اینجا موظفم که براشون توضیح بدم. آقا مانی بعد از اینکه تونست نودو از من بگیره، البته نوده فیک بود واسه آدم دیگه بود که پخش شده بود، منم کونم خارید اونو بهش دادم. حالا چند تا دلیل هست برای اینکه چرا یهو شروع کرد به ایگنور کردن من. اولیش همینیه که نودو از من گرفت، استفادهش تموم شد از من، این آشغال پرتم کرد اون ولی. دومیش اینه که ایشون دوست دختر داشته که همه اچ رو دستشو دیدی. با دوست دخترش کات کرده بود و موقعی کات کرده بود اومد با من دستشو زد، استفادهشو کرد فلان. بعد از اینکه بک زد اومد منو این آشغال بازم بندازه کنار. آقا مانی میدونه اگه بخواد از من شکایت بکنه مثل وینی ممنون تصویر میشه. به خاطر همین یه نوکالر آیدی چند وقت پیش به من زنگ زده بود، مثل اینکه من داشتم اسکرین شات رو موقع پخش می‌کردم. اومد من بترسونه که من فهمیدم که یه کدیو بزنی و بعد مثلا شماره منو بزنی نوکالر آیدی میفته و اینو خیلی‌ها میدونن. وکیل قلابی، نوکالر آیدی فیک، دروغای توی استریم، پیچوندن قضیه، هیچ جوره نمیتونی دهن منو ببندی. مهم نیست چند نفر ضد منن چند نفر پشت منن. من نمیذارم با دختری دیگه به خاطر فیمس بودنتون ازش استفاده کنی، بعد از اینکه استفاده کردن تموم شد بس آشغال بندازیش دور. من بعد از اینکه سنشو فهمیدم رفتم تو منحنه ایگنور کردن. تو وقتی نود تو از من گرفتی شروع کردی به ایگنور کردن من. البته منم ایگنورت کردم چون فهمیدم که آدمی که سر دو سه روز اول میاد به دختر 15 ساله میگه شدم شخ کردم، توی وضع هورنی بودنش از درخواست نود داره، آدم درستی نیست. اونجا بود که منم سعی کردم به ایگنور کردن، مووان کردن تو. وایسات هست، ویدیو مسیجات هست، چتت هست. برگشتم بهم گفتن چت فیک، اسکرین ریکورد فرستادم براشون. شماره‌تو از توش درآوردم، من یه کادر انقدری اونجا گذاشته بودم و هر جا که شماره‌ت میرفت اینور اونورش میکردم که شماره معلوم نباشه. باز مثل اینکه فنای جنابالی اومدن شماره‌تو درآوردن. و من بعد از اینکه بازم فهمیدم شماره‌تو درآوردن سری پاکش کردم و هر جایی دیدم که اسکرین ریکورد هست بهشون گفتم اون یه تیکر رو یا کات کنن یا کلا از چنلشون پیجشون پاک کنن. دیگه میخوام این موضوع رو تموم کنم چون به اندازه کافی چرت و پرتاتون رو شنیدم، هیتاتون هم شنیدم، به هیچ جان نبود، ولی خب دیگه حاشیه بسته. تو چنل تلگرام دیگه راجعش حرف نمیزنم و دیشب هرچی بود تموم شد و رفت. من تا ساعت 12 یا شاید 1 داشتم راجع به اینا صحبت می‌کردم و بعد از اون دیگه قرار نبود حرفی راجع به این گفته بشه و حرفی هم نزدم. و اینجا هم این ویدیو رو گذاشتم و اینم میذارم چنل تلگرامم که این دیگه ختم کردم باشه. دیگه فهم کنین حاشیه رو. حرفای منم شنیدین، اونها هم شنیدین. دیگه بس.